دیسپچ یه بازی که رسما کل یوتیوب خارجی هیچی، کل یوتیوب فارسی هم الان داره پلیچ میده و یکی از بهترین و جذابترین و خفن‌ترین و خوشگل‌ترین بازیه که من تا حالا دیدم و تجربه کردم. و امروز میخوام راجع به داستان بازی دیسپچ که تا همین امروز که 2 تا اپیزود آخرش اومده بهتون به صورت خیلی خلاصه بگم که چطوری این بازی کل دنیا رو ترکونده. پس بزن بریم. فقط قبلش ببینید این بازی کلی دیالوگ داره که طی بازی عوض میشه مسیر بازیتون. ولی خب من به صورت خیلی خلاصه بهتون میگم که بدونید اصلا داستان بازی چجوری بوده. دیسپچ یه بازی استوری محور ابرقهرمانیه که حدود 1 ماه که تازه اومده و رسما ترکونده. شروعش با یه صحنه از کاراکتر اصلی که اسمش رابرته و یه قهرمان سطح بیه. حالا سطح بی یعنی چی؟ یعنی قهرمانیه که خودش به شخص قدرت نداره بلکه یه ربات خیلی گنده داره به اسم مگامن که با اون میزنه خارمادر بقیه رو سرویس میکنه. شروع بازی کاراکتر اصلی داره با یه نفر حرف میزنه راجع به پدرش که اونم یه ابرقهرمان بوده، دقیقاً مثل خود رابرت، یعنی قدرت نداشته یه ربات داشته. داره به پدرش اشاره میکنه که شخصیت منفی داستان یعنی شرات پدرش رو میکشه و دقیقاً اون کسی که داره باش حرف میزنه یکی از نیروهای خود شراته که دست و پاش بسته شده که آخرش 2 تا راه بازی بهتون میده که اون کاراکتر منفی رو از پنجره بندازید بیرون یا بکشینش داخل ولش کنید که بعد این 2 تا گزینه هر کدوم انتخاب کنید لباساشو میپوشه سوار مگامنش میشه و میره سمت مخفیگاه شرات که انتقام بگیره که یه دفعه مثل منطقه پایینای تهران خفتش میکنن و مثل خر میزنن خارمادر رباتشو می سرویس میکنن. ولی خب آخرش با کلی فرار میکنه. بعد از فرارش هم بازی سویچ میشه رو پدر رابرت که دارن راجبش این که پدرش چقدر آدم خوبی بوده صحبت میکنن و دقیقاً بعد همون یه دفعه با خود رابرت مصاحبه میکنن که رابرت شخصا میگه که استعفا میده از ابرقهرمان بودنش و اونجا یه خبرنگارا کلی ازش سوال میپرسن که یکیشون راجب پدر رابرت صحبت میکنن. سوالای ازش میپرسن مثل اینکه تو بیورزه پدرت خیلی آدم خفن تری از تو بود، به خیلیا کمک کرد ولی تو انقدر آدم ضعیفی هستی که نتونستی انتقامشو بگیری. و از همونجا بازی بهتون 3 تا گزینه میده که یکیش اینه که بگیرید بزنید خبرنگارو، یکیش اینه که صحنه رو ترک کنید، یکیش هم اینه که جواب یارو رو بدید و برینید به یارو. بعد اینکه هر کدوم انتخاب کردین رابرت بیرون پنجره داره به مسابقه خودش نگاه میکنه و یه دفعه کنارش یه مغازه رو خالی میکنن که باشون درگیر میشی و مثل خر بازم تگیرت میارن و میزنن. یه دفعه یه ابرقهرمانی میاد همشونو میزنه و نجاتت میده که ببینید نگم براتون چقدر این قهرمان خوشگله. ببینید یه جورایی روش کراشم پشماتون میریزه. اسم این بانو زیبا بلان بلیزره. اون بعد نجات رابرت دعوتش میکنه به یه بار برای صحبت کردن مشروب خوری ها اینا و میرن اونجا و با هم دیگه گرم صحبت میشن و حرف میزنن که یه دفعه یه یاروی میاد به اسم فلامبه که یه شروره که ابرقهرمان شده و اصالتا افغانیه و قدرتش هم آتیشه. خلاصه که این فلامبه یه خاطرات بدی از این داداشمون داشته که میخواست به رابرت آتیش بزنه که یه دفعه رابرت با 2 تا گزینه آب و الکل میزنه خارمادر این یکی رو سرویس میکنه. بعد از این رابرت از بار میندازن بیرون و بلان بلیزر میره دنبال رابرت که پشت کوچه منتظرش بوده. بلان بلیزر هم مثل یه کیسه سیب زمینی رابرت بلند میکنه و میبره اونور شهر که با هم دیگه خلوت کنن و حرف بزنن. کلی گرم میگیرن و اینجا میرسه به لحظه جذاب این گیم که لای اون حرفا چند تا گزینه میاد که یکیش بوس کردنه که ببینید لقب بقیه گزینا ما اینو میزنیم یه بوسش میکنیم ولی خب بوسه یه طرفه بوده و از طرف رابرت بوده و پشمون میشن و میگن زیاده روی کردن خوردن مشروبا یه جورایی میپیچونن هم دیگه رو. و بلان بلیزر بعدش میاد پیشنهاد کار به رابرت میده تو شرکت خودش که یه شرکت ابرقهرمانیه که شرورا رو دستگیر میکنه و سعیشون میکنن که ابرقهرمانشون کنن و میاد به رابرت میگه که پیشنهاد دیسپچ شدن بهش میده. رابرت هم قبول میکنه، یه عینک به رابرت میده که تست این دیسپچ شدن رو انجام بده و بعد از اینکه انجام داد و قبول شد بلان بلیزر که روشونش خواب بوده بیدار میکنه و با هم دیگه صحبت میکنن. ولی اینو بهتون نگفتم که دوست پدر رابرت باعث شده که بلان بلیزر بره سراغش برای استخدام که اونم یه ابرقهرمانه که مثل فلش سریه و هر چقدر هم تند بوده سنش میره بالا. حالا قیافه‌شو میبینید که میفهمید که با اون قیافه سن 39 ساله داره. این شد اپیزود اول. چقدر خوب خلاصش کردم واسهتون. بریم برای اپیزود دوم. اپیزود دوم داخل خود شرکته که 2 نفر رومم نشستن که یکیش خود مگامن یکیش هم یه پسری که شبیه اوبیاس. کسخل یه جوری بود اولش که دیدم انگار گی بود ولی خب اینجوری هم نبود چون بازی وک نیست. اسم اون کاراکتر واتربوی که یه آدم سوبره که آبشو میپاشه به بقیه. آره میدونم عجیبا آبشو میپاشه به بقیه. همون لحظه که داشتن حرف میزنن این دوتا بلیزر میاد و رابرتو میبره بهش لباس کارشو میده که همون جام چشمکی کونه رابرتو موقع لباس کردن عوض دید میزنه. ولی خب در همون جا که داشت دید میزد یه کاراکتر دیگه هم یه دفعه از غیب بودن در میاد و پشمای جفتشون میریزه. اسم اون یکی کاراکتر اینویزیگاله که یه دختر خوشگل موکوتاه که قدرتش غیب شدنه ولی وقتی میخواد غیب شه بعد نفسشو نگه داره و به خاطر همین نقطه ضعفش میشه آسمش چون آسم داره و نمیتونه تایم زیادی نفسشو نگه داره. اینا هم همونجا با هم دیگه آشنا میشن. بلیزر برمی‌داره رابرتو میبره سر شیفت کارش که یادش بده ولی قبلش با دوست باباش که اون سفارش کرده بود برن ببیننش با هم دیگه صحبت کنن که یارو شبیه انیشتنگ سیاپوسته که تو خود
بازی هم بهش اشاره میکنه و تو دستشویی هم با یه نفر آشنا میشه که شبیه کاراکتر موانا میمونه و این یارو طراح لباسش بوده که میدونه این یارو یه ابرقهرمانه و مگامنه. اونو با هم دیگه آشنا میشن، حرف میزنن و مگامن و بلیزر با هم دیگه میرن سمت شیفت کاریشون که بهش توضیح بده ابرقهرمانا رو. ما داخل این بازی 8 تا قهرمان داریم که دونه دونه میخوام بهتون بگم. اولیش فلامبه که قدرتش آتیشه، اینویزیگال که غیب میشه، گولم که گولمه چی بگم سنگه، سونار که یه آدم نصف انسان نصف خفاشه، مویسن هم که یه آدم کوتوله است ولی زور 4 تا مرد داره چرا چون تلسپ شده، پیرسون هم که لیدی گاگا در نظر بگیرید که قهرمان شده، مالوالا هم که یه میلف حق جهنمیه که شیطانی طوره و یه شمشیر گنده داره، کوپ هم یه زن سیاه که بال داره و تیغ پرت میکنه به بقیه. دونه دونه با اینا آشنا میشه با اینکه بهش میرینن ولی داخل یکی از شیفتاش اینویزیگال یه دستور سرپیچی میکنه میره تا یکی رو بگیره ولی خب میرینه و یارو فرار میکنه و مگامن و اینویزیگال با هم دعواشون میشه و به هم دیگه میرینن. آخر شیفت هم بلیزر و مگامن میرن با هم دیگه قدم بزنن ولی این قدم زدنش با هم دیگه یه لاسولوسی میزنن که یه دفعه یه یاروی شبیه بابا بزرگ من دوران دهشت با سیبیل میاد که پشمامون میریزه. چرا؟ چون دوست پسر بلیزره. ده آخه زری که جو مگه با من لاس نمیزنی این دیگه چیه؟ که اسم دوست پسرش فنومامنه اگه درست گفته باشم، خیلی اسمشون سخته من دهنم داره سرویس میشه. که دوست پسرش به مگامن پیشنهاد رستوران میده ولی چه قبول کنه چه قبول نکنه نمیتونه بره. چراش هم سر اینکه باید پرواز کنه ولی خب این نمیتونه. اینجا هم اپیزود دوم تموم میشه. اینجا میریم برای اپیزود سوم. با شروع اپیزود سوم اون یارویی که شبیه کاراکتر ماونوس که داره ربات مگامن رو میبرن داخل آزمایشگاه که با هم دیگه روش آزمایش کنن. چون بهتون گفتم این یارو میدونه که این یارو مگامنه. وسایل میبرن با هم و تو مسیر بلیزر هم میبینن یک گپ کوچری با هم دیگه میزنن. و اونجا با دوست باباش که شبیه انیشتنگ هم اونجا باز یک گپی با هم دیگه میزنن و میره سمت شیفت کاری خودش. وسط اون شیفت دقیقاً همون یارویی که اینویزیگال درگیر شد باش و فرار کرده دوباره پیدا میکنن. ولی ما اون میل تهرانی شیطانیه رو میفرستیم. بعد خود اینویزیگال سرخورد میاد و میرینه به اون تعقیب گریز که بین اون دزده با اون میل تهرانیه داشته. اینا دعواشون میشه. اون دزده فرار میکنه و مگامن یه جلسه میذاره و داخل اون جلسه رک بهشون میگه که بی‌شرف و درست شما آدم بده بودید ولی آدم باشید دیگه، نکنید مغز منو تا اخراجتون نکردم. اینام آدم میشن یه جورایی که نیاز دارن به اون شغله. بعد دوباره شیفتشون شروع میشه میره تا شب که تموم شه. آخر شیفت اینویزیگال رو میخواد بفرسته برای یه مأموریت ولی نیستش و داخل سیستم ازش میپرسه کجاست. میبینه داخل یه پارک نشسته و داره سیگار میکشه. اونجا با هم دیگه حرف میزنن و راجع به اینکه اینویزیگال حالش کیه و غمگینه در دل میکنن و همون لحظه باز اون دزد خارکوسه پیداش میشه که داره یه بانک دزدی میکنه. ولکن دیگه میره یه بانکو بزنه و میفهمم مگامنم میگه برو ننه‌شو بگو. اونم پا میشه میره باهاش درگیر میشه و با کلی بگاینه میگیرنش و آخر از اخراج شدن خودش نجات پیدا میکنه. چرا؟ چون توی بیلبوردی امتیاز دهی میدن به اینا که اگه امتیازشون از یه حدی پایینتر باشه اینا بعد اخراج شن ولی خب سر اینکه اینا گرفته امتیازش میره بالا و نمیذاره اخراج شه. و مگامن و بلیزر با هم دیگه داخل دفتر کار بلیزر صحبت میکنن و میاد به مگامن میگه که تو بعد بین دو نفر یه نفر رو اخراج کنی که اینا جدی بگیرن بازیو که این دو نفر بین سونار و کوپه که اونجا هم بستگی داره شما کدوم انتخاب میکنید برای اخراج کردن که تو بازی یه تأثیری میذاره واسهتون. من به شخص سونار انتخاب کردم و اون زن سیاه‌پوسته رو اخراجش کردم. و اینجا اپیزود سوم تموم میشه. اپیزود چهارم رسما شورش تیم سوپره چون اینویزیگال سوپر خودش و مگامن رو میبینه و خوششون میاد یه جورایی از مگامن ولی روش نمیشه که بگه و اولش با اخم کردن و کوتر گفتن به مگامن میره جلو و وقتی هم که مگامن میره سر شیفت کاریش رو سیستمش ویروس میریزن و مثل توکنای دیسکورد مادر سیستم یارو میگن. و کی این کارو کرده؟ اون یارو قد کوتاه. چرا؟ چون اون سیاه‌پوسته که اخراجش کرده بودیم دوست دختر این یارو بود و اینم تلافی میکنه و همونجا متوجه میشیم که اون یارو دوست پسر بلیزر که شبیه بابا بزرگ من تو دهه 60 بود حالش کیریه. چرا؟ چون بلیزر کات کرده باشه. آره این میز برام منه که شما برید کنار. همونجا ما با اون یارو موانا داریم راجع به ربات صحبت میکنیم و درستش میکنیم که اینویزیگال میاد یکم کوچر به هم دیگه میپرونیم و آخرش هم که ما میریم اینویزیگال به چون کاراکتر ما نگاه. ما میریم پیش بلیزر و میبینیم که داشت لباس عوض میکرد ولی نوک نیپلش بیرون بوده. آره و داخل بازی میشه بهش بگیم که نوک نیپل بیرون بوده یا میتونیم بهش بگیم که بیرون نبوده ولی خب در آخر میفهمه و درستش میکنه و میفهمیم که بلیزر داره میره جایی برای یه مصاحبه و پشت اون شیشه اون اکس کیش که شبیه ماریو رو میبینیم که افسرده شده و به ما میگه که بریم باش صحبت کنیم و سعی کنیم در دل کنیم باهاش و از اینجا ببرمش بیرون. که لای این صحبت چند تا گزینه میاره که یکی از گزینه‌اش اینه که من بلیزر رو بوس کردم که اگه این سر رو بزنی اتفاق خوبی نمیفته. چرا؟ چون آره
گی میکنن. بعدش ما میریم داخل دستشویی، چون اون نرخر وقتی بلند شد از ماشین شیشه خورده ماشین پرت کرد تو سینمون که درش بیاریم. همونجا هم اینویزیگال اونجاست. وسط حرفامون جنسی میشه، چون میگه که خواب دیده که با همون سکس کرده و اینجور چیزا میخواد با همون لاس بزنه تا یه دفعه And you chose to be here. Oh, sorry. I tried not to. I tried not to do that. Don't worry about it, Waterboy. Sound. Bathrooms are for shitting after your first coffee and picking shrapnel out of your chest. Not for whatever this is. You ruined this for me! It's. I know. که آره ریده میشه تو کل پلنای مخزدنش و قهر میکنه و میره. بعد اونم باز میریم شیفت کاری تا نهار که میبینیم اون یارو افغانیه که آتیش میزنه داره سر اون یارو که آبشو میپاشه رو بقیه اذیتش میکنه. ما هم میرینیم به یارو و روش آب یا غذا میریزیم که آخرش که میخواد دعواشه به لیزر میاد و نمیذاره دعواشه و میره اون یارو. و اونجا میگه که باید یه نفر استخدام کنیم که بین اکسش که همون ماریوه با اون سیبیلش بوده یا این واتر بویه که آبشو میپاشه رو بقیه انتخاب کنیم. بعد اون که هر کی خواستید انتخاب کردی شب میشه و شیفتتون تموم میشه. میبینید که اینویزیگال سینماست، ولی قبلش بلیزه ما رو دعوت کرده بود به یه دیت که اینجا جای حساس بازیه، چون نشون میده که مگامن با کدوم برای رابطه انتخاب میکنه بره. که اگه با بلیزر برید دیت شب اون موقع خودش رو بهتون نشون میده و قیافه اسم اصلیش بهتون میگه که بعدش یه لب از هم دیگه میگیرید و میرید با هم دیگه شام میخورید. و اگه با اینویزیگال برید میرید پیشش سینما فیلم میبینید و رابطتون یکم صمیمیت‌تر میشه با هم دیگه. ولی من این ویزو بهتون پیشنهاد میدم چون تایپ منه و بلیزرم خفنه، ولی چون با اینکه دوست پسر داشت با ما لاست میزد یکم خطریه به نظر من. آخر اینجا اپیزود 4 تموم میشه و میریم برای اپیزود 5. اینترو اپیزود 5 رابرت موقع ورزش میره تو گذشته خودش که یه جنگ بین ما و یه فرد آشنا رو میبینه، ولی خب نامشخصه یارو. و همینطور که داره بین خاطراتش میره میاد موقع وزنه زدن که کسکش چقدر زور داره، نزدیک 140 کیلو پر سینه میزنه و آخرش زورش نمیرسه میرینه که فلانبه که همون افغانیست میاد بهمون کمک میکنه و بهمون میرینه که با هم دیگه بحث میکنیم که بهش میگیم کی دندون تو شکسته که میگه یا قهرمان واقعی منو اینجوری کرده، نه تویی که مثلا نمیتونی حتی وزنه بزنی که کسکی 140 کیلو داره پرس میزنه، منظورت چی؟ بعد از اون بحث ما میریم سر شیفت کاری تا ظهر که میریم برای نهار. متوجه میشیم اون میلف تهرانیه با لیدی گاگا دارن راجع ما شرط بندی میکنن که ببینم ما کدوم قهرمان بودیم، ولی خب بهشون نمیگیم و دوباره میریم پای شیفت تا آخر شب که آخر هفته است اینا میخوان برن بار و به اینم میگم بیا و رابرت هم میره. اونجا موقع ورود گلم که به خاطر سایزش نمیتونه بره داخل میبینیم و گاردم به رابرت میگه که تو کی و نمیذاره بریم، ولی خب همونجا اینویزیگال میگه که با ماست میره داخل. مشروب میخورن و مست میکنن و اونجا متوجه میشن که اون یارویی که اولش رابرت داشت باش دعوا میکرد همون افغانی است و ما میذاریم تو اون درگیری 2 تا از انگشتاشو قطع میکنیم. برای همین میترسیم که بهشون بگیم کی هستیم، ولی اونجا انقدر شرور بوده که با رابرت دعواشون میشه و اینجا یه دعوای کیری خفن داریم با هم دیگه. و بعد از غذا خوردن همه ازش میپرسن که خب کسکش تو دیگه مثل آدم بیا به ما راستش بگو که تو کی، که اونجا 2 تا گزینه داره که میتونی بهشون بگی و میتونی نگی که من گزینه گفتن انتخاب میکنم که اونجا راستش بهشون میگی که تو کی و میگی که مگامن هستی یه قهرمان بودی. و اونجا فلانبه که همون یارو افغانی آتیشی است میخواد با ما درگیر شه چون که دیگه میدونه کی انگشتشو قطع کرده و تا اینکه میخواد ما رو آتیش بزنه گلم جلوشو میگیره و بقیه کل اعضا میرینن بهش و اینم قهر میکنه و میره. و بعد اینکه اون میره کل تیم با ما صمیمیت‌تر میشن و اینجاست که دیگه اپیزود 5 تموم میشه. اپیزود 6 اینجا تازه شروع میشه. این تروش داخل آزمایشگاهیم که تست ربات مگامن که همه اونجان، ولی ربات بگا میره و همه میان رابرت رو نجات بدن، ولی خب ربات میترکه و رابرت زخمی میشه و تا 15 ساعت بیهوش بوده و اون یارو معانه میگه که ربات هیچ جوره درست نمیشه مگر اینکه یه باتری قوی براش پیدا کنین، چون اون موقع انفجار باتری منفجر شده و ننه ربات گاییده شده. این معانه رابرت یکم حرف میزنن، رابرت بلند میشه بره سر شیفت کاریش که میبینه بلیزر اونجا جاش داره شیفت میده و بعد از دیدنش حالشو میپرسه و لو میده که آخر شب میخوان مهمونی بگیرن براش. و رابرت هم میره ادامه شیفت شب که شیفتش تموم میشه و میره خونه، ولی یه دفعه میبینن که میرزن خونش برای مهمونه یه پارتی خفن میگیرن با هم دیگه و یه نقشه اینویزیگال میکشه که دوباره رباتو بتونن اوکی کنن چطوری با دزدیدن باتریش از یه کشتی و با کلی نقشه میرن جلو، ولی وقتی میخوام برن میگن نمیشه. یه بحثی بین رابط و اینویزیگال شکل میگیره که انیشتنگ سیاه‌پوسته که
که همون تقریبا عموی مگامن میشه میاد میرینه به دعواشون و در اصل میرینه به اینویزیگال و آخرش اینویزیگال نامری میشه و میزنه بیرون خونه و هم میرن از خونش. رابرت هم وقتی آخر شب میره آشغالا رو بذاره بیرون انیشتنگو میبینه و میارتشو با هم دیگه در دل میکنن و حرف میزنن و وقتی هم که رابرت میره تو آشپزخونه میبینه یه سیگنالی از اینویزیگال داخل کشتیه که پشماش میریزه. میگه چه گویی داری میخوری؟ یا اینویزیگال هم میگه که من تنهایی رفتم باتری رو پیدا کنم و اونجا یه بحثی بینشون شکل میگیره ولی خب تصمیم میگیرن که کمک کنن به هم دیگه و با هک کردن و نقشه کشی کلی این چیزا میرن جلو و میفهمن باتری داخل اتاق کاپیتانه. میره برش داره که کلی دشمن میریزه سر اینویزیگال ولی خب همشون رو میزنه. آخرش هم وقت باتری رو پیدا میکنه داخل یه گاف صندوق کل چراغای کشتی خاموش میشه و یه سکوت مطلق و یه تاریکی زیادی اونجا رو میگیره که خود اینویز نمیتونه تنهایی بره و نیاز داره که رابرت با دوربینا بهش بگه که کجا بره کجا نره و آروم آروم که داره میره یکی از پشت سرش میزنه بهش و اینویزیگال میندازه و اون کیه؟ اون شراوته، همون کسکشه که اپیزود اول بابای مگامن رو میکشه. شراوت هم دنبال همون کیفی بوده که این باتری داخلش بودن. کیفو برمیداره و با یه نارنجک دودزاد سعی میکنه که اینویزیگال خفه کنه و با کلی تلاش که میبینن داره میمیره همون انیشتنگه چون سرعتش زیاد میره نجاتش میده و میبرتش داخل یه پارک ولی آخر اپیزود متوجه میشیم که انیشتنگه میفته زمین و رابرت هم بلند میشه که بره که دقیقاً همونجا اپیزود 6 هم تموم میشه. تو میریم داخل بچگی رابرت و چیز که جفتشون سنشون خیلی کمتر شده. رابرت که تو سن بچگی خودشه، چیز هم خیلی سن شبونتر از حالت عادی که الانش هست شده و این دو نفر راجع به مسئله مرد شدن این که فقط گریه میکنن صحبت میکنن. چیز هم به رابرت میگه که باید مرد شه، میخواد بره سوپری و به رابرت میگه چی میخوای که بین سیگار و آبجوی کیک انتخاب کنه. که من سیگار انتخاب کردم و رابرت شروع میکنه به کشیدن و سرفه کردن که چه عادی نمیتونه بکشه. بعد یه دفعه برمیگرده تو سمون هال با بلیزر صحبت میکنه که چیز مثل داداش اما این حرفا. وقتی هم که بلیزر میره شروع میکنه به گریه کردن. موقع رفتن به خونه یه دفعه مویسن پرت میشه از شیشه بیرون و میره ببینه که چه خبره و اونجا متوجه میشه که چیسن با گلن بحث شده و اونجا داره لو میدن که اوکی ما دو تا بحثمون شده و چیز زیاد خاصی نیست. و رابرت راجع به چیس و این بگاهی که پیش اومده باشون صحبت میکنه و یه دفعه متوجه میشه که اینویزیگال یواشکی که نامری بوده از در میره بیرون و رابرت هم میفته دنبالش که ببینه کجا میره که داخل رختکن پیداش میکنه و میبینه که داره لخت میشه و اونجا با هم دیگه مکالمه میکنن راجع به اتفاقایی که افتاده و اینویزیگال همه اینا رو تقصیر خودش میبینه که رابرت میخواد بگه که نه تقصیر تو هم بوده، یه اشتباهی بود که پیش اومده ولی خب اینویزیگال لو میده که جزو تیم شراوته و زیر معماشه که نشون میده میبینه یه چیزی که همه تیم شراوت دارن اینم داره و لو میده که تو اپیزود اول وقتی که ما حمله میکنیم به مخفیگاه شراوت اونم اونجا بوده و اصلا اون باعث شده که اون ربات ما بگا بره. چرا؟ چون وقتی نامری بوده یه بمب میاد میذاره رو ربات ما، وقتی ما فرار میکنیم رباتمون تو هوا میترکه ولی خب ما نجات پیدا میکنیم. چرا؟ چون پرت میکنیم خودمون رو بیرون. رابرت هم وقتی میفهمه پشماش میریزه و دیدش نسبت بهش بد میشه ولی خب سعی داره باش حرف بزنه که اون میره ولی خب قبل اینکه داره میره یه دفعه رابرت رو میگیره و یه لب بازی که بعد اونم رابرت حالش کیریه، میره همون باری که قبلا هم توش بودم و مثل خر مست میکنه طوری که یه لیوانو تو دستش میشکنه و تخمش هم نیست و اون پشت داخل تلویزیون میبینه که دارن راجع به اتفاق اخیر اینویزیگال در این مسائل صحبت میکنه. کی داره صحبت میکنه؟ بلیزر. و اون کسی که سفارشا رو میگیره یه تیکه میکایی به بلیزر و کلا تیم ابرقهرمانم میندازه و رابرت هم عصبی میشه لیوانو میکوبونه تو صورتش. ولی خب قبل اینکه این اتفاق بیفته کنار رابرت سمت راستش یه نفر دیگه بود که داشت راجع به یه سری مسائل صحبت میکردن با هم دیگه و وقتی که رابرت اون شیشه رو میکوبونه اون یارو میره پشت بار و با یه تفنگ اون کسی که سفارش رو میگیره رو میکشه و اونجا متوجه میشیم اون کسی که این حرکتو میزنه جزء تیم شراوته و متوجه میشیم کل بار تیم شراوت اونجا ریخته و حالا بهتون توضیح میدم که شراوت چجوری فهمیده این مگامنه. بعدش دفعه همشون میزنن رو سر رابرت و میگیرنش میبرن تو مخفیگاه کلی شکنجهش میکنن و از کجا میفهمیم که کی ما رو لو داده؟ کوپ. دقیقاً اون زن سیاه‌پوسته که اپیزود اول دوم اخراجش کردیم اون ما رو لو داده و الان تو تیم شراوت اونجا کلی شکنجه میکنه و سعی داره بکشه ما رو با تفنگ که یه دفعه یه نفر از در پرت میشه بیرون و میفهمیم یکی اومده دنبالمون که اون کسی نیست جز بلیزر میاد و میخواد ما رو ببره ولی خب قبلش با کل تیم شراوت میگه که تسلیم شه وگرنه همشون رو میکشه که اونام تسلیم میشن و میرن و ما رو هم برمی‌داره میبره یه جای سیف و اونجا با هم دیگه حرف میزنیم که مرسی که منو نجات دادین. راستا یه سری مسائل صحبت میکنیم که آخر اون حرفمون دفعه میبینیم که صدای انفجار میاد ولی نه یکی دو تا بلکه بالا 30-40 تا داره صدای انفجار میاد همه جای کل
شهر و پشما جفتشون میریزه و وقتی که بلیزر میخواد بره ببینه چه خبره، رابرت میگه منو تنها نذارم، منم بات میام. و اینجا اپیزود 7 تموم میشه. میریم برای اپیزود 8. شروع اپیزود آخرم با یه گربه که معلوم نیست قهرمانه یا لباس گربه پوشیده شروع میشه. یه قهوه مشروب درست میکنه و میره دست اون یارو هندیه رابرت هم ازش تشکر میکنه، میره سمت شیفت کاریش. ولی خب متوجه میشه که 3 نفر داخل شیفتن. چرا؟ چون شهر کلا بگاه رفته و همه قهرمانا دارن سعی میکنن نجاتشو بدن، ولی کلا 3 نفرشون فعلا داخل اونجا بودن که بخوام با حرف بزنن که دونه دونه طی بازی کردن. همشون رو پیدا میکنیم با سیگنالا و 2 نفر دیگه هم عضو تیم ما میشن که یه نفرشون اون فناموفنس اگه انتخابش کرده باشید یا اگه هم نکرده باشید میادش دیگه. بعد اینکه سعی داری کل شهر رو نجات بدیم، متوجه میشی که به همون جایی که خود رابرت هم هست و همون شرکت تبع قهرمانی داره حمله میشه و همه فرار میکنن. ولی خب ما به خاطر اینکه چیس یا همون انیشتنگ تو بیمارستانه نمیتونیم بریم و میریم سراغش ببینیم حالش خوبه یا نه. یه دفعه میبینیم یارو مانوه با یه نفر که غیبه درگیره و میفهمیم که اون یه نفر اینویزیگاله و میگه که اون دزدی داره میکنه و با تیم شراوته که اینویزیگال میگه دروغ میگه و وقتی لو میده که تو جیبش باتری مگامن بوده و رابرت هم اعتمادش از دست میده و دست اینویزیگال رو میبندن و دقیقاً همون لحظه نیروی شرات دارن میان داخل. مانا میگه من میرم باشون درگیرشم و به ما هم یه شوکر میده. وقتی هم میره یه نفر با آسانسور میاد داخل و اینویزیگال میگه که تو به من نیاز داری و ما هم بهش اعتماد میکنیم و دستشو باز میکنیم. و وقتی هم قایم شدیم که اون نیروی شرات بیاد و بزنیمش، میبینیم که اون اصلا با ما کاری نداشته، اومده که بره بشاشه داخل دستشویی و موقع شاشتن هم خفتش میاره و میخوایم با شوکر بزنیمش که اصلا متوجه میشیم یه نفر با تیر میزنتش که اون خود اینویزیگالی که با تفنگ خودش اونو میکشه. و دقیقاً قبل اینکه ما اونو بره همونجا به ما میگه که ربات مگامن رو خودش تنهایی درست کرده بود و ما هم سری میریم سمت رباتی که سوارش میشیم. اون باتریه که از خود اینویزیگال گرفته بودیم اون سری برمی‌داریم و میریم که سوار خود مگامن بشیم. و وقتی هم که سوار میشیم متوجه میشیم که مگامن خیلی خفن‌تر از قبل شده و پرواز میکنه و میریم سمت ماونو که کمکش کنیم. ولی خب اونجا متوجه میشیم که کل تیم شرات گیرمون میندازه و حتی خود شرات هم با یه ربات خیلی بزرگتر و گنده‌تر از ما اونجاست. یه جنگ خفن باهاشون میکنیم و که وقتی داریم با شرات میجنگیم بلیزر میادش و وقتی بلیزر میاد شکستش بده نمیتونه و شرات میگیره گردنشه و وقتی که انگار داره میکشتش بلیزر میشکنه که بعد متوجه میشیم که این اصلا بلیزر نبوده، یه فیک ازش بوده و متوجه میشیم که کل تیم زد اومدن به ما کمک کنن. که اونجا باز یه فایت خیلی قوی داریم و دقیقاً همونجا با کوپ میجنگیم که کوپ هم شکستش میدیم و دوباره یه فایت خیلی خیلی شدید و خفن‌تر داریم و وقتی شرات داره با ما میجنگه میاد یه لیزر به ما بزنه ولی بلیزر جلوشو میگیره و اون لیزر میخوره به بلیزر و بلیزر پرت میشه و ما خب عصبی میشیم. چرا؟ چون مامیمونه زده دیگه و مثل خر میگیریم میزنیمش ولی خب زورمون نمیرسه. وقتی داشت ما رو هم میکش دفعه یه چی مثل لیزر میخوره به شراوت. اون کیه؟ اون چیسه که لباس بلیزر پوشته. یه جنگ سنگین میکنه با شراوت و شکستش میدیم و وقتی داشتیم دستگیرش میکنیم این دفعه سگمون رو میگیره و تهدیدمون میکنه که میکشمش و ما هم به خاطر اون تسلیم میشیم و وقتی بهمون میگه که اینویزیگال جزو اوناست، اینویزیگال ما رو گول زده بوده و غیب میشه و میره تو تیم اونا. شراوت هم میگه باتریاتو بهم بده که ما اونجا 2 تا باتری داشتیم که یه باتی از قبل بوده که خراب بوده، یه باتی که داشتیم باش کار میکنیم که ما جفتشو بهش میدیم که شراوت کس مغزش گیج میزنه و یکیشو پرت میکنه و یکی دیگه‌شو میذاره تو سر خودش که اینجا ما متوجه میشیم شراوت کیه. شراوت دقیقاً همون یاراست که تو بار تفنگ داشته و اون باره رو میکشه. بازیار هم میذاره تو سرش، یه دفعه کلی قدرت میگیره و کل نیروهاش هم قدرت میگیرن ولی یه دفعه حالش بد میشه بالا میاره. چرا؟ چون اون باتری خرابه رو گذاشته تو سرش. کل تیمش هم بالا میارن همراه باش که یه دفعه متوجه میشه هیچ انی نمیتونه بخوره، تیم زد میگیره همه نیروهاشو میزنه و یه دفعه شراوت میبینه نمیتونه کاری کنه میاد با یه تیر به ما بزنه که یه دفعه میبینیم تیر یه چیز رد میشه که متوجه میشیم که اینویزیگال خودش گذاشته جلوی تیر که به ما آسیب نرسونه که ما هم عصبی میشیم و میگیریم شراوت رو انقدر میزنیمش که آخرش 2 تا گزینه داریم، اینکه یا ولش کنیم یا بکشیمش. که من داشتم یوتیوب میدیدم و اون یارو نکشتش، احمق. من بودم میکشتم شما رو نمیدونم. و مثلا خر انقدر میزنیمش که بیهوش میشه و میریم کمک اینویزیگال که تیر رو بدنش در بیاریم و خلاصه که صبح میشه و ما اینو میبریمش داخل آمبولانس و طی آمبولانس هم یه لبی از هم دیگه میگیریم و کل تیم زد اونجا جمع میشه و کل خبرنگارا میگن که نجات لس آنجلس و کار تیم زد بوده و یه پایان خیلی خوش و خوب داشته دیگه. تموم شه ان شاء الله. من دارم میمیرم از خستگی.